خلاصه سلام، رسیده بودیم به مبلغ 9900. میدونی که با 5000 تومن شروع کردیم و قراره به پول 1.13 برسیم و بدیم به یکی از بالا. خلاص من از کش و قوز فراباد تصمیم گرفتیم دستمال بخریم، اونم دست چه مالی؟ فولی تای. خلاص اینجا دستمالا رو پتی کردیم تو صندوق عیسا، گفتیم بریم سمت شینگاه، اونجا بازارش خیلی خیلی بیتره. اول اینجا رفتیم و گفت گرونه، نمیخوام. زرد گرون ندیدی هنوز. خلاص رفتیم اینجا، بنده خدا گفت تکمیلم. خب به کیفم. وسط رو دیدیم سنت سر و بازه، گفتم برم یه برزنده ریز کنم، اما هیچ کس نبود. داداش یه نفر رو بذار داخل مغازه، دوست میزنه. هیچی، شیرینگاه 0 تومن، 0 سوراخ‌دار بزرگ. خلاص گفتیم بریم سمت لفور، اونجا بازارش خیلی بیتره. این داداش سوپری داستانمون رو یادتونه؟ این سری من باش لاست زدم، تونستم یه مساج تایی بهش بفروشم. آخ رفتیم رستوران بعدی، خیلی خیلی ما کلاس بود، ولی اسمش خیلی سخت بود، نخرید ازمون. اون شهر خلاصه رفتیم تو دل لفور، تو جاده‌های پرپیچ و خمش که دیدیم رستوران مرکزی لفور بازه، گفتیم بریم یه برزنده ریز کنیم. داداشمون تا قیمت رو شنید نکرد نامردی، گفت نه بوکس برام میاد. داداش خیال کرد قیمت هر بوکس 60 تومنه، اما نمیدونست قیمت هر بسته 60000 تومنه. اما گفت اشکال نداره، بازم قیمتتون خیلی خوبه. آخ من فدای اون چهره بیوتیفولت بشم. تازه‌شم گفت برام سفره یک با مصرف میاد. ای منوی چشم، من سفره 2 بار مصرف برات میارم اصلا. اوکر ما هم که در بازار مبارکمون جنب و جوش ایجاد شده بود، گفتیم بریم بقیه دستمالا رو بفروشیم. رفتیم جلو دیدیم یه کافه بازه، خیلی هم بازه، آخه در نداشت. این داداشمون هم یه بسته اشتایی ازمون خرید. داداش سوپ ریزمون کرد، سفارش لیوان کاغذی داد، تک و دوم رو شده گلاسه. آخ من دم بایاتو بخورم، فقط تمیز باشه مریض نشه. فردا شد رفتیم میشه داداش بیوتیفول، سفره‌های چند بار مصرف رو براش بردیم و تحویلش دادیم. او یس رفتیم سمت آقا تاهای گل، لیوان کاغذی ها رو براش بردیم. تازه‌شم از اونجایی که ما خیلی خیلی اکسلنت هستیم، سفره‌های چند بار مصرف هم بهش فروختیم. Yes, come on baby. خلاص شب شد رفتیم خدمت آقا عباس گل، یکی از سوپرای جونزن محل، که تونستیم سفره ها رو تا دسته بهش شروع کنیم. گفتیم یه تحویل و تحول ایجاد کنیم، رفتیم سمت کبابی ها. خلاص اول اینجا یه بسته فروختیم، من فدای سینه مرغ تو یخچالت بشم داداش. رفتیم کبابی دوم، یه بوکس 32 تایی گذاشتیم تو انبارش. بابا چه انباری. خلاص دور میدون قایم شهر کبابی داشت سید 5 بسته نهایی از ما خرید و باعث شد موجودی بشه 11600. گود نایت.